جمهوری تاجیکستان در دهه آخری سده 20 صاحب نعمتی بی‌بها استقلالیتی واقعی گردید. آزادی و استقلال برای ملت تاجیکی در طول تاریخی دراز 100 ساله ها با آرمان دولتی مستقل ملی روزگار بسر داشت، نور و ضیا، مهر و صداقت و وحدت و همبستگی آورده نعمت بزرگ و دستاورد مقدس به شمار می رود. از ایام استقلالیت با سروری هدایت ها و تلاش و کارنامه های فرزند فرزانه خلق تاجیک، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نیروی بزرگی سازندگی و بنیادکاری مملکت را به ظهور آورده، تاجیکستانی آفتابی در کنار خورشید استقلال بیش از پیش می درخشد. مردم زحمت پیشه تاجیکستان زندگی آسایشته و روزگار آسوده حالانه، سری بلند و شرف و ناموس وطنداری را از نور خورشیدی استقلال می دانند و در تمام شهر و ناحیه های مملکت تلاش ها می کنند تا در راهی تحکیم صلح و یگانگی، آبادی و سرسبزی وطن کار و کارنامه ها داشته باشند. نبض کشور خویش را با نبض سیاره هم جور و هم نوا ببینند. شهر لیوکند، کهندیار سرسبز و خرم، مردم سربلند آن مثل تمام تاجیکستانیان استقلالیت وطن اجدادی را با شرف و ناموس وطنداری، تلاش و زحمت بردوام بهر آبادی دیار و خودشناسی ملی و معرفت و فرهنگ والا استقبال کردند. شهر لیوکند زاده دوران استقلالیت دولتی بوده، با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 2 فوریه سال 1996 تأسیس داده شد و در قسم جنوبی جمهوری تاجیکستان در وادی زرنسار وخش جایگیر است. شهر مذکور چند مراتب عوض نام کرده است. تا 2 فوریه سال 1996 شهر با نام کلینی ناباد، بعد سربند و نهایت لیوکند ارضی وجود داشته، یکی از شهرهای ترقی کرده صناعتی مملکت به حساب می رود. نوارها از ساختمان کانال کلان وخش در نیمه اولی سالهای 30 عصر 20 آغازی کارنامه های بزرگ خلق تاجیک
برای آبیاری وادی آوازدار وخشی زرنیسار. تاریخ بنیاد شهر لیوکند و ساختمان کانال ماگیسترالی برای آبیاری وادی وخش سالهای 1930-1932 ساخته شده زیچ علاقمندی دارد. ساختمان ضربدار کانال آبیاری وادی وخش با نام وخش سترای در آغاز سالهای 30 در موضع حاضره شهر لیوکند آغاز گردیده، نه تنها به بنیاد و آبادی شهر حاضره لیوکند بلکه تولید و ترقیات شهر و دیهات زیادی این وادی شهرتیار زمینه گذاشت. ساختمانی نیروگاه برق آبی سربند در نیمه دوم سالهای 50 قرن 20. نیروگاه مذکور در بعض این نیروگاه شرشره ساخته شده بیش از 60 سال می شود که در استفاده قرار دارد. Таджикистан. Не только отцы и деды этих горцев, но и они сами не могли представить себе, что можно покорить буйный Вахш. В канун 1963 года первые два агрегата головной электростанции Вахшского каскада дали промышленный ток. До конца года вступят в строй действующих остальные. Сейчас самый ответственный участок строительства там, где монтируется третий агрегат. هنوز 27 دکبر سال 1962 اولین شده گیدراگرگات رقمی 3 با توانایی 35 میگاوات به استفاده داده شده بود. باید قید کرد که بنابر استفاده برای طولانی قسم زیادی تجهیزات الکترومکانیکی و گیدرومکانیکی نیروگاه و دستگاه‌های تقسیم کننده کشاده آن فرسوده شده بود. در این کارگاه بزرگ در دوام 60 سال به غیر از تجدید یک گیدراگرگات دیگر هیچ گونه کارهای تجدید و نوسازی انجام داده نشده بود و اقتدار استحصالی آن همگی 160 میگاوات را تشکیل میداد. اگریگات های دیگری نیروگاه برق آبی سربند باید مورد تعمیر و تجدید قرار می گرفت و با در نظر داشت حالت ذکر شده و اهمیت استراتژیک داشتن نیروگاه سال 2013 حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای پرره برقرار نمودن انشاءات مذکور با بانک آسیایی رشد سازشنامه گرانتی به مبلغ 136 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده شد. مقصد از تطبیق لایحه مذکور بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تأمین کار منظم و با ثمر نیروگاه و مطابق نمودن به استانداردهای معاصر تکنیکی بود و در این سمت کارهای بزرگ به سامان رسید. 20 مارس سال 2022 پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به نیروگاه برق آبی سربند تشریف آورده اگریگاتی رقم 3 این انشاءات مهم گیدروتکنیکی مملکت را بعد تجدید و نوسازی پرره
موردی بهره برداری قرار دادند. نوارها از تشریف نوبتی سردار دولت به نیروگاه برق آبی سنگ توده در تاریخ 25 اپریل سال 2023 لحظه های خاطرمان و تاریخی به کار درآوردن گدره اگریگت رقم یکم نیروگاه بعد از تجدید و نوسازی با توانایی 39 میگاوات. نیروگاه سربند شروع از سال 2016 مورد تجدید از نوسازی قرار گرفت. سال 2018 گنراتوری پنجم مورد استفاده بری قرار داده شد. یعنی که از سال 2016 تا سال 2023 همه گنراتورهای نیروگاه پرگی بغیر از گنراتوری چهارم تجدید از نوسازی گردیدند و اقتدار نیروگاه یعنی که از 240 مگاوات به 270 مگاوات بلند برداشته شد. این زمان شرطنامه طرفین میان جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک و کارخانه جمهوری چین شرکت سینا هایدرو شرطنامه طرفین به امضا رسیده است که طبق آن باید گنراتوری چهارم نیروگاه سربند نیز باید تجدید از نوسازی کرده شود. عین حال توانایی نیروگاه اگر که به 270 مگاوات برداشته شده باشد پس از تجدید از نوسازی نیروگاه اقتدار آن باز به 4 مگاوات دیگر بلند برداشته می شود. یعنی که این از آن شهادت می‌دهد که اقتدار نیروگاه به 274 مگاوات برداشته می شود و شرطنامه مذکور طبق جدول تقویمی که شرکت قدرتی به ما پیشنهاد کرده است دوام سالهای 2025 تا سال 2027 باید که کارهای تجدید از نوسازی ادامه یابند و سال 2027 با باوری کامل گفته میتوانیم که نیروگاه مذکور با اقتدار 274 مگاوات مورد استفاده بری قرار داده می شود. لیوکند، شهر صناعتی جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان، باید ذکر کرد که آن یکی از اولین شهرهای صناعتی جمهوری است. در اینجا هنوز در نیمه اولی سده 20 نخستین کارگاه ها تولید یافته بودند و ساکنان این دیار تا کنون در روندی صاحب تخصصی و صاحب هنری راه پدران و برادران خود را دوام می‌دهند. نواربرداری گروه ایجادی ما در کارگاه بزرگی کیمیاوی مملکت، کارخانه نوری‌های ازاتی وخش که سال 1967 با 2 خط تکنولوژی استحصال امیاک و کربامید فعالیت خود را آغاز کرده است. اگر کارگاه در سالهای 80 عصر 20 121,338 تن امیاک و 192,000 تن کربامید استحصال می‌کرد، در آغاز دهه دوم قرن 21 سال 2011 همگی توانایی استحصال 0.9 تن امیاک و 1.3 تن کربامید را داشت و خلاص. و همان سال 2011 فعالیت آن پره قطع گردیده بود. همکنون کارگاه نوری‌های ازاتی وخش باید مورد تعمیر و نوسازی قرار می گرفت و در دایره دستور و سفارش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
با مقصد تأمین طلبات خواجگی داران و کشاورزان مملکت با نوری‌های مینرالی، بلند برداشتنی حاصلناکی زراعت، باز هم بهتر تأمین نمودنی اهالی کشور با محصولات آذوقه‌واری و فراهم آوردن جایهای نویکاری نوسازی گردیده با نوترین تکنولوژی‌های شرکت‌های پیشرفته دولت‌های جهان مجهز کرده شده است. تشریف اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و جمعیت سهامی کشاده آزاد پس از تعمیر و نوسازی و مورد بهره برداری قرار دادن آن که واقعاً از نو و فعالیت آغاز کردن این کارگاه عظیم یکی از دستاوردهای بزرگی دوران صاحب استقلالی مملکت جهت رشد ساحه صناعتی کشور است، صحیفه درخشانی است در روزنامه کار و پیکار اهل زحمت شهر لیوکند. خاصه صدها نفر متخصصان و کارگران ورزیده و صاحب علم و صاحب تجربه کارخانه مذکور. تمامی عزم و تلاش، تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه، هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان که در دوران صاحب استقلالی با راهبریت بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عملی گردیدند، به خاطر تأمین زندگی شایسته برای هر یک ساکن کشور، تأمین استقلالیت انرژتیکی آن، حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت و به کشور پیشرفته و صنعتی تبدیل دادن وطن محبوب آن روانه گردیدند. از جمله چنانه که به همگان معلوم است، جمعیت سهامی کشاده آزاد یکی از کارخانه‌های عظیم ولایت و جمهوری به حساب می‌رود و سالهای طولانی از فعالیت باز مانده بود و با شرافت همین استقلالیت و راهبری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی ماه اپریل سال 2023 از نو به فعالیت شروع نمود. از دوره فعالیت کارخانه تا این جانب جهت جلب متخصصان و کارمندان تدبیرهای مشخص اندیشیده شدند در همکاری با شریکان رشد و دستگیری به واسطه آموزگاران دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی در این دوره 2 مرتبه از روی 9 اختصاص کورس های آموزشی تشکیل کرده شد از حساب شهروندان بشغلی که در شهر لیوکند ناحیه های وخش و کشانیان یعنی که در محله های گرد و اطراف کارخانه ما استقامت میکنند. همین کورس های آموزشی را ما تشکیل کردیم. زیاده از 313 نفر صاحب شهادتنامه ختم شدند و با جای کار در کارخانه تامین کرده شدند. این زمان مؤسسان رهبریت کارخانه در همکاری با شریکان تصمیم گرفتند که خط دوم تکنولوژی کارخانه را به کار درآورده استحصال محصولات را به مراتب زیاد نموده سهم ارزنده خود را در تامین اجرای هدف استراتژی کشور صنعت کنونی با ثروت کشور گذارند. باید ذکر کرد که در روند بررسی مسئله های اقتصادی و اجتماعی، تأسیس جایهای نویکاری و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، ساحه صناعت اهمیت خاصه دارد. محض در همین زمینه جهت انکشاف استوار مملکت در شکل اندوستریالی و اینواتسیونی یعنی صنعت کنانی با سرعت هدف 4 ملی اعلان گردید. امروز
اهل زحمت دهها کارخانه‌های خرد و بزرگ شهر لیوکند در آبادی و سرسبزی و رشد و نموی شهر، بالا رفتن سطح زندگی ساکنان آن، حل مسئله با جای کار تأمین نمودن اهالی سهم ارزنده دارند. طی چند سال اخیر با شرافت پایداری استقلالیت دولتی، صلح و آرامی و وحدت ملی در بخش‌های ساحه صناعتی شهر تدریجاً تحولات جدی به عمل آمده دهها کارگاه‌های صناعتی بنیاد یافتند. پارک اینواسیونی صناعتی تکنولوژی در شهر لیوکند، کارگاه مذکور زاده استقلالیت بوده در منطقه صناعتی شهر در زمینه تطبیق هدف 4 ملی صناعتی کنانی با سرعت کشور در دایره سالهای رشد صناعت 2022-2026 بنیاد گردید. در پارک اینواسیونی صناعتی تکنولوژی 6 کارگاه استیصال جایگیر است. کارگاه استیصال مکران با اقتدار 10 تن، کارگاه استیصال دستپوشک با اقتدار 4000 دانه، کارگاه استیصال صابون با اقتدار 10 تن، کارگاه استیصال رنگ با اقتدار 15 تن، کارگاه استیصال مبل با اقتدار 2000 متر کوادراتی و کارگاه استیصال شیشه براری با اقتدار 1200 متر کوادراتی در یک ماه. شکوفایی ها، سرسبزی ها و زیبایی های شهر لیوکند همگی چشمگیر و فرح بخشند. این همه محصول ذوق دستان گلریزی شهرنشینان و شهرداران است که از تفکر اندیشه های سازنده و تازه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر لیوکند، رئیس شهر مؤمنزاده مستور تبری، سیاستی آبادکاری و سازندگی را با مقصد آمادگی همه جانبه به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سزاوار استقبال گرفتن این سنه تاریخی براه مانده، برای با صفت بلند انجام دادن ساختمان مجموع انشاءات‌های گوناگون جشنی چاره‌های جدی می‌اندیشد و با استفاده از هنر و نقش دستان گل‌آفرینی ساختمانچیان، متخصصان ورزیده کارخانه و مؤسسه‌های گوناگون، صاحبکاران، بهر آبادی و سرسبزی خیابان و گلگشت‌ها، بناهای معموری و استقامتی، مکتب و مؤسسه‌های طبی، نقطه‌های سودای عمومی، مرکز و جماعت‌ها اهمیتی جدی می‌دهد.
امروز به افتخار و استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اینجا دهها بناهای معموری و استقامتی، استراحتی و فرهنگی بنیاد یافته. از انشاءات‌های به نقشه گرفته شده 14 انشاءات به ساحه استحصالات و صناعت، 7 انشاءات به ساحه کشاورزی، 10 انشاءات به ساحه معارف، 1 انشاءات به ساحه تندرستی، 6 انشاءات به ساحه ورزش و سیاحی، 13 انشاءات به ساحه راه و نقلیات و 20 انشاءات دیگر به دیگر ساحه‌های اجتماعی و معیشی شهر راست می آیند. قابل ذکر است که همه انشاءات‌های ساخته شونده تحت نظارت دائمی بخش معماری و شهرسازی در همکاری با خدمات دولتی نظارت ساختمانی نزد کمیته معماری و شهرسازی جمهوری تاجیکستان قرار داشته سری وقت مورد سنجش قرار می گیرند. راه سازان را دعای می رسد، هر کی راه پیمود جای می رسد. از دوره‌ای که جامعه بشری ارزی وجود دارد، طلبات به راه بود است و توسط راه آدمان به منزل مراد رسیده بهر بالا رفتن زندگی خیش جهد و جدل می کردند. ساختمان و تعمیر و تجدید راه ها در تاجیکستان صاحب استقلال یکی از اساسی ترین عامل های ترقیات اقتصادی مملکت محسوب یافته. این نقطه بارها در سخنرانی ها و پیام ها و اثرها و نگاشته های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قید گردیده است و راه سازی از مهمترین پدیده سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت سازندگی ها و بنیادکاری هاست. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر لیوکند جهت تعمیر و تجدید راه‌ها، علل خصوص تعمیر و تجدید راه‌های بین جماعت و دهه‌ها اهمیت داده اقدام و تشبث‌های عده‌ای از جوانمردان شهر صاحبکاران را که در راه آبادی قدم می‌گذارند و با نیروی باطنی و ظاهری شریانی جوانمردی را در خود داشته دست به کارهای سازندگی میزنند همیشه دستگیری میکنند. منفرج کنی راه دهه بهادران جماعت دهات گلستان شهر لیوکند از جانب عائله شفیف ها. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان جماعت دهات گلستان شهر لیوکند کارهای آبادانی را در اساس نقشه چهاربینی ها بررسی نموده ایستاده است. امروز از طرف عائله شفیق ها که تصمیم گرفته بودند برای آبادانی کشور حصه خود را گذارند در یکی از کوچه های دهه بهادران جماعت دهات گلستان شهر لیوکند راه را به مسافه زیاده از 500 متر اسفالت پوش نموده ایستاده اند. رشد ساحه کشاورزی، زراعتکاری و باغداری در لیوکند. طفیل صاحب استقلالی تاجیکستان در این دیار شکل‌های نوی خواجگیداری به میان آمد که همچون پدیده نیک
برای بلند گردیدن حجم استحصال محصولات کشاورزی و غنی گردانیدن بازار استعمالی و به جایهای کاری تأمین نمودن اهالی دیهات زمینه واقعی گذاشت. ببینید، حاصلی فراوان را، حاصل فراوان بادرینگ و پامیدار را. همین است نتیجه کارها و زحمتهای متخصصان ورزیده خواجگی مذکور و در مثال آنها اهل زحمت دهها خواجگی های دیخانی لیوکند که در تأمین استقلالیت آذوقواری مملکت سهمی ارزنده می‌گذارند. استقلالیت به مردم تاجیکی تنجی داد، آرامی داد. همه این تنجی آسودگی سری پردی با شرافتی وحدت است، با شرافتی سرور کشور است. تأمین نمودن استقلالیت آذوقواری مملکت می باشد. مقصد اساسی ما همین است. این گرمخانه که ما می‌بینیم، این گرمخانه اینوواسیونی است. اینوواسیونی با کدام سبب است؟ تمام تجهیزاتش با تجهیزات کره و شدگی است، ساخته شدگی است، همش با قوه برق کار می‌کند. جهان را خرمی از دهقان است، از او گه زر گاهی بوستان است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر لیوکند، متخصصان و کارشناسان ساحه کشاورزی شهر بهر اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت تأمین امنیت آذوقواری، رشد ساحه و اجرای برنامه‌های در این سمت قبول گردیده تدبیرهای سودمند می‌اندیشند. ساکنان این دیار، راهبران و کارمندان خواجگی‌های خرد و بزرگ دهقانی به استفاده ثمرناک هر وجب زمین اهمیت می‌دهند. استفاده عاقلانه قطعه زمین نزد حولی در آیله قربانافها از دهه نوابات جماعت دیهات گلستان. اهل آیله مذکور از قطعه زمین نه آنقدر کلان نزد حولیشان همه ساله همین طور حاصل خوب میگیرند. محصولات با صفت، میوه با لذت و سبزوات تر و تازه. راهبریت شهر و متخصصان و مسئولین ساحه به اهل زحمت چنین آیله های خوشکار و موفق جهت رعایت قاعده های اگرتکنیکی دستور و توصیه های سودبخش میدهند. ما با همین کارها تقریبا 20-25 سال شد شغل ورزیدگیم. این همش از شرافت استقلالیت است، از شرافت سرور دولتمون. ما صاحب زمین شدیم. باید در رشد آبادی دیار هر یک کس باید زحم خود را گذارد. از حساب همین ما بچه‌هامون خواندیم، فرزندان را خانه‌دار کردیم، باز در روزگار استفاده میبریم. الو یاری تجلی گوش میکنه حکیمова. آدرس مایلش حاضر روان میکنه. برابر صاحب استقلالی تاجیکستان در ساحه تندرستی شهر لیوکند، در برابر دیگر ساحه های خواجگی خلق شهر دیگرگونی های کلی به عمل آمده. شماره مؤسسه ها به 20 عدد رسانیده شده، سطح خدمت رسانی طبی بلند گردید. در مؤسسه های تندرستی، بیمارخانه و بنگاه های طبی و مرکزهای سلامتی 445 نفر
طبیبان فعالیت می کنند که 37 نفری آنها دارای معلومات عالی هستند. استقلالیت این یکی از دستاوردهای بزرگ ملت تاجیک می باشد که همه اینها با زحمت‌های به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. در بیمارخانه مرکزی شهر لیوکند شعبه‌های کودکانه، شعبه قبول، شعبه امراض درونه، شعبه احیاگری، شعبه امراض زنانه و شعبه تولدی پوره از تعمیر کپیتالی برآورده شد. دستگاه‌های حاضر زمان مجهز گردانده شد که امروز با شهروندان شهر لیوکند خدمت رسانی طبی را در سطح بلند برآورده مانده شد. و در بیمارخانه مرکزی شهر لیوکند ما در سال 2023 صاحب دستگاه اند ویدیو جراحی گردیدیم و اینچنین در سمت بلند برداشتن سویه دانش و براه ماندن عملیات‌های نو جراحی در بیمارخانه مرکزی ما در سال 2024 5 متخصص را عاید گذراندن عملیات‌های جراحی با راه اند ویدیو آموزاندیم و این عملیات را در شهر لیوکند براه ماندیم و اینچنین یک متخصص جراح رگ‌های خونگرد به بیمارخانه جلب کرده شده عملیات‌های جراحی رگ‌های خونگرد اندام پایان را نیز براه ماندیم. کودکی خوشبختانه. خواندنی های کودکانه به کس حلاوتی دیگر می بخشد. آنها زادگانی استقلالند و صبحگاهان خرسند و خوشحال به کودکستان به مؤسسه تا مکتبی نگینه می آیند. به مؤسسه‌ای که سال 2016 با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن 150 کودک تأسیس یافت. با تمام شرایط‌های موافق برای تعلیم گیرندگان بنا یافتن و فعالیت داشتن مؤسسه تا مکتبی در شهر لیوکند در مثال مؤسسه دولتی تا مکتبی نگینه باعث افتخار و سرفرازی مردم شهر است. بهر بالید روحی تربیت گیرندگان مؤسسه مربیان صاحب هنر برای کودکان آموزش سرود و رقص و موسیقی را براه ماندند و شاگردان خردک که استادان می توانند با ذوق و هوس در چاره‌بینی‌های فرهنگی اشتراک کنند و حتی صحنه‌چه‌ها آفرند. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکند مؤسسه‌های زیادی تا مکتبی، مکتب‌های تحصیلات عمومی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی زیاد تأسیس یافتند. همچنین دانشکده بین المللی لیوکند، دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان. برابر صحبت با استادان و خوانندگان لیسه دولتی رقم 1 شهر لیوکند و نواربرداری از رفت درس و مشغولیت‌های عملی در این درگاه شاهد آن گشتیم که محصلین امروز تحولات و روندهای جهان معاصر را درک نموده تکنیک و تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی را ثمرناک استفاده می‌برند
و با دستگیری و کمک آموزگاران و متخصصان ورزیده صاحب کسب و هنر، دانش و معرفت می شوند. زیرا لیسه برای تعلیم و تربیه خوانندگان خوش‌ذوق و بالیاقت و صاحب هنری جوابگوی طلبات دور و زمان تمام امکانیت ها را دارد. دارای زمینه مستحکمی مادی، تکنیکی، کامپیوترها و دیگر تجهیزات ضروری زمانوی است. من اشتراکچی آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است و اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من می باشم و در دور شهری من از آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامیناسیای سراینده اکادمی سزاوار جای اول گشتم. چون خدا بنیاد عالم را سرشت، هر مکان را میهن خلق نوشت. گوشه از بس در این دنیا نماند، تاجیکان را پاره داد از بهشت. ای بهشت ای تاجیکستان، سرنوشت ای تاجیکستان، تاج و تخت ای تاجیکستان، عشق و بخت ای تاجیکستان. من در المپیاد جمهوری جای یکم و سزاوار مدال طلا گشتم. تاجیکستان تاجیکستان، می کنم شکری کم و بسیاری تو، می کنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمی خواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. شکری تاجیکستان صاحب استقلال که امروز اهل هنر و استعداد، نورسان و جوانان در جاده هنر، سازندگی و بنیادکاری ها برخوردار از علم و ادب و فرهنگ اجدادی کار و ایجاد می کنند و شاهکاری ها دارند. لیسه کسبی صناعت کیمیای شهر لیوکن در این درگاه برای هنر آموزان شرایط و امکانیت های کافی، صنفخانه های برهوای و فنی، استاخانه های دارای تجهیزاتی به استاندارد حاضر زمان جوابگوی مهیاست و بهر تعلیم گرفتن کسب آموزان استادان صاحب تجربه درس میگویند. با مقصد بلند برداشتن سویه و ملکه استحصالی کسبی خوانندگان، درس‌های تجربوی در کارخانه‌های صناعتی و استحصالی برگزار می‌گردد. تأسیس آثارخانه تاریخی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان در سال 2021 در لیسه کسبی کیمیای شهر لیوکن یک اقدام نجیب و نیکویی است از جانب سروران و استادان صاحب نظر تعلیمگاه. فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان هنوز در سالهای 1969 1971 در این درگاه هنر آموختند. در آثارخانه همچنین صنفخانه‌ای که پرزیدنت کشور تحصیل کردند، عکس و خاطرات دوره جوانی و فعالیت دولتداری او پرره حفظ و نگهداری می شوند. همه روز صدها نفر پیر و برنا، سیاحان، نورسان و جوانان از این درگاه مقدس دیدن می کنند. عکس و حجت‌های نادیری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آنها را به دنیای نورسی و جوانی، هنر و استعداد، به زندگی نامه سرشار از محبت وطنداری و زندگی دوستداری و خدمت‌های بزرگ این شخصیت برجسته برای سرسبزی و آبادی تاجیکستان میبرند. هر عکسی سردار دولت، هر حجت و نگاشته‌های به معرض تماشابینان گذاشته در تالارهای برهوای آثارخانه صحیفه جاویدانی است در کتاب کارنامه‌های این چهره
ماندگار تاریخ نوین تاجیکان. پس از صاحب استقلالی تاجیکستان در دوران گذاریش به ساختمان دولتی دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، سایه معارف یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت اعلان گردید، زیرا بنیاد آینده درخشان مملکت بر رشد بی‌میلان ساحه معارف و سطح و صفت آن وابستگی زیاد دارد. سمت اساسی فعالیت دانشکده بین المللی لیوکانت مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان که میوه استقلال بوده، دارای اقتدار بلند کادری و مادی تکنیکی می باشد. تیار نمودن متخصصان صاحب معلومات و داننده ارزش‌های ملی و عمومی بشری و برخوردار از دستاوردهای علم و تکنیک معاصر است. نسل نورس و جوانان خوش اقبال شهر لیوکان در ایام استقلالیت دوره شکوفایی و در روحیه خودشناسی وطن دوستی و بیداری به کمال می رسند. در این دوره ده‌ها انشاءات ورزشی، میدان و تالارهای بر هوا ساخته به استفاده داده شده و البته فراهم آوردن شرایط جهت رشد ساحه ورزش که یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی حکومت مملکت به حساب می رود، پیش از همه برای ترغیب و تشویق طرز حیات سالم در بین جوانان و نورسان مهم می باشد. در مسابقه های بین المللی دوران صاحب استقلالی به شرافت پیروزی های ورزشکاران تاجیک در عرصه جهانی صدها مراتب پرچم تاجیکستان عزیز ما افراخته شده، جوانان و نورسان تاجیک من جمله دوستداران و علاقمندان ورزش شهر لیوکان را به سوی دستاوردهای ورزشی در مسابقه های شهری و ولایتی و جمهوریوی و بین المللی هدایت می نماید و آنها با یک زبان می گویند همین است برکتی صاحب استقلالی، همین است حمایه شرف و ناموس وطنداری و در راه حفظ مقدسات ملی و استقلال به هدف رسیدن و شرفیاب کردیدن جوانان ورزشکاران صاحب وطن ما. مردم شهر لیوکان، ساکنان جماعت‌های آن با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، بخش کار با جوانان، بخش کار با زنان و عائله در زنده نگاه داشتن هنرهای والای قدیمی و اجدادی ما، احیا و رونق هنرهای خلقی تلاش می‌ورزند. به دستان گلریزی صاحب هنران نگرید. خیلی چشمگیر و زیبا و بازارگیرند
محصولی دستانی گلدخترانی لیوکنتی. سال 2018 این مرکز گشوده شد که تا امروز در مرکز به عنوان دختران به شغل شهر آموزش میگیرن و بعد از ختم کورس‌های کوتاه مدت در مرکز آنها میتوانند که کمی هم باشد به سطح زندگی خود کمک رسانند. صاحب هنر بودن موفقیت است برای هر یک نفر. من فکر میکنم این اولا عطای خداوند است هنر. دوم کوشش از خودش است که وقتی که خواهش و آموزش چیزی میکنی البته اون چیز به دست میآید اگر جدی باشی در همون کار. یعنی که وقتی که مقصدناک قدم میگذاری البته به قله‌های مراد رسیدن خیلی آسان میشد. من طول سالهای زیاد است که هنرمند هستم. از همین کسب خود به جوان دختران خصوصا بیشتر آموزش میدم زیرا که آنها آیندگان ما هستند و میخواهم که هنرهایی که سالهای سپری گردیده قریب بود که از بین رفته بود با دستگیری به واسطه جناب عالی پیشوای معظم ملت البته از نو احیا گردید. سالهای 2018 اعلان کردن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، سالهای 2019-21 اعلان کردن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی این باعث گردید که از نو انامین هنرهایی که از نیاگان به ما میراث مانده بود ما باز با طرح نو زمانوی ایجاد کنیم و جوانان آموخته آن را به مهمانانی چی داخل و چی خارج کشور و شهروندان پیشنهاد کنیم. استقلالیت این جد و جهد و تلاش هر فردی به آر و ناموس برای آبادی وطن و آسودگی مردم است. استقلالیت این احساس قرضی وطنداری و مسئولیت هر یک فردی صاحب خرد در نزد جامعه، خلق و ملت خویش است. چون این سخنان پرارزش و تاریخی و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساکنان زحمت پیشه و شریف شهر لیوکند را همیشه به حفظ و پشتیبانی تقویت استقلالیت همچون بزرگترین ثروت و بی‌بهاترین نعمت و شاهراه صلح و وحدت و یگانگی هدایت می‌کنند. هر کدام در سمت‌های تحکیم اقتدار اقتصادی بررسی عمده‌ترین مسئله‌های اجتماعی و رشد همه‌جانبه ساحات گوناگون خواجگی خلق موفق تلاش‌ها دارند که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را با آمادگی و دستاوردهای بزرگ مهنتی استقبال گیرند.